دیزاین میز یلدا خیلی راحت‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کنی. یه میز و یه پارچه نیاز دارین که پارچه‌تون رو پهن کنین، دقیقاً مثل من از دو طرف چینش بدین و بس کمربندی هم ببندین بهش. از یه سینی چوبی واسه میز یلدام استفاده کردم، دو تا قالب سنج روش گذاشتم و سه تا شمع فیکس کردم. سطح اسفنج و برگ شمشاد پر کردم. شما هر برگ دیگه دوست داشتین میتونین استفاده کنین. البته اسم اصلیش یاس هلندیه. رفتم سراغ میوه‌ها که انار رو چوب کردم و یه طرف کارم پر انار کردم. خیلی خوشگلش کرد. 4 تا سیب قرمزم یه طرف کارم چوب کردم و زدم. میوه کیوی رو سه تا به این صورت که میبینید توی اسفنجم فیکسشون کردم. بعد بهتون میگم چرا سه تا فیکس کردم. میوه خوشکارم پشت سیبم دیزاینشون کردم، خیلی خوش رنگش کرد واقعا. اون جای خالی واسه روزا بود. روزا رو باز کردم که هم بزرگتر بشه هم خوشگل‌تر بشه. سه شاخه رو به این صورت که دیدین دیزاینش کردم. چند تا شیشه کریستال هم پایین میزتون استفاده کنید، داخل شمع وارمر بزنید، واقعا کامل میکنه میزتون رو. بیا تو پیجم و صفحه منو فالو کن، چون کلی آموزش ایده های یلدایی توی پیجم دارم که به راحتی خودت توی خونه میتونی